داشتم به این فکر میکردم که بعضی اوقات آدم یه سری چیزا میخره، یه چیزا به دست میاره که توی اون لحظه دوستشون نداره، ولی خب وقتی که به مرور زمان ازشون استفاده میکنه، باشون وقت میگذرونه، اون حس خوب داشتنش و اونجوری که اون داره خوب عمل میکنه باعث این میشه که آدم ازش خوشش بیاد. یعنی واقعا این ویدیو یکی از رندوم ترین ویدیوهایی که میخوام ضبط کنم. نه متنی براش دارم، نه هیچی دارم، فقط یه چیزی بود که تو مسیر داشتم میومدم بهش فکر کردم. اونم چی؟ زمانی که داشتم از این ساعتم عکس میگرفتم و اینجوری بودم که این تیکر لحظه نگاه کردم دیدم چه نور خوبی توش خورده و برای این گفتم یه توضیح بدم. من این ساعت که حالا ساعت هوشمند پیکسل واچ 3 پارسال که خریدمش، که میگم کمتر یه سال پیش بود، ولی خب پارسال که بودن خریدمش، یه سال نیست دارمش، زیاد اوکی نبودم باهاش حقیقتش. و زمانی هم که خریدم بیشتر برای خریدم که یه سری سنسورها رو داشته باشه و دقیقاً اون لحظه‌ای هم که خریدم یکی از سنسورهایی که دوست داشتم داشته باشه رو نداشت که خیلی هم برام مهم بود. سنسور سنجش اکسیژن. این سنسور رو داره ها، ولی جداگانه ضبط نمیکنه. نمیدونم چرا، حالا دلیلش چیه، داستانش چیه، ولی همچین مسئله واقعا باش برخوردم که اکسیژن خونه رو نشون نمیده در لحظه. میگه شب بخوابی بهت نشون میدم صبح اکسیژن خونه تو خواب چجوری بوده. خب اینا به کار من نمیاد. بعد سر همین قضیه اون زمانی که اول خریده بودم دیگه گفتم مجبورم دیگه، 20 خورده میلیون پول دادم رفتم یه ساعت خریدم، راضی هم نیستم، اینو دستم کردم و دیگه استفاده کردم. گذشت. الان که خیلی وقت، یعنی من حتی ویدیوشو توی بینوشا هم گذاشتم که میگم خیلی بد و بیرا بهش میگم، یعنی در این حد که کاورش بکنم بود که اصلا بدترین خرید عمرم میام چیزی. ولی حقیقتشو بخوام بگم الان یکی از محصولاتی که واقعا دوستش دارم. دلیل مختلف داره. خب من یه معیار خیلی مهمی داشتم واسه ساعتم، این بود که دوست داشتم ساعتم سنسورها رو داشته باشه. یعنی اصلا دلیل این که من یه ساعت جی شاک GBD 200 داشتم اونو دادم رفت، البته اون موقع ندادم بره، خورد بدتر دادم بره، ولی اونو دادم رفت، به هر حال گذاشتمش کنار و جاش اینو گرفتم. یکی از مهمترین دلیلش همین سنسورها بود. دوست داشتم اون سنسورهایی که میخوام ساعتم داشته باشه رو داشته باشم و این ساعت GBD 200 نداشت، فقط قدم شمار داشت. من خیلی دنبال اکسیژن خون و ضربان قلب بودم، رفتم سراغ این پیکسل واچ، چون با تجربه سامسونگ رو داشتم، خیلی بد بود تجربه‌ام، در این حد بود که انقدر قطعی داشت و مشکل داشتم باهاش که دیگه اصلا بیخیال شده بودم و این یه ساعت معمولی ازش استفاده می‌کردم. یعنی حتی می‌ذاشتم شارژش تمام شه، مثلا یه روز می‌رفتم بیرون شارژ نداره، مهم نیست، ساعتو بهم میگه دیگه، میرم بدون. و مثلا گلکسی باشه انقدر مشکل قطع و وصلی و دیسکانکتی داشت که اون آخره دیگه با خودم تقریبا 1-2 ماه آخری که دستم بود استفادهش میکردم اصلا به گوشیم وصل نبود، اصلا کانکت نبود و پروسه وصل کردنش یه پروسه خیلی پیچیده بود. بعد مجبور بودم فکتوری ریست کنم و پیکسل هم مشکل داشت. نمیدونم شاید با سامسونگ این مشکلات نداشته باشه، ولی خب این گیرا رو داشت و من دیگه دادمش رفت. حالا اتفاقی که افتاد، من با اون تجربه رفتم رو جی شاک، راحت شده بودم. الان اومدم بعد از اون جی شاکه که خیلی راحت بودم باهاش ولی اون سنسورها رو می‌خواستم و نداشت، پا شدم اومدم روی پیکسل واچ. آیا واقعا اذیت کرد؟ آیا بد بود؟ آیا چی بود؟ نه، هیچ کدوم. واقعا انقدر تجربه خوبی بود که واقعا بی‌نظیر بود. و حالا از هپتیکش بگیر که اون هپتیکش چیکار میکنه، اون ویبراهایی که میره چقدر تمیز، چقدر قشنگ، چقدر خوبه. غیر از اون این فرمی که داره، این گرد بودنش من خیلی دوست دارم. من تو ساعت هوشمند گردو خیلی دوست دارم و کلا نرم بودن و کار کردن باهاش و سینک بودن با گوشی و اینکه همه کاری که میخوای و انگار میفهمه برات انجام میده خیلی چیز جذابیه. و همین قضیه باعث این شد که من که اولش این ساعت رو با یه جورایی میتونم بگم اکراه خریدم، الان واقعا عاشقشم. و مثلا اگر بخوام یه روزی برم مثلا آیفون 17 پرو بخرم، یکی از گیرایی که با تعویض گوشیم با آیفون دارم اینه که پیکسل واچ به آیفون وصل نمیشه. و واقعا الان من توی موقعیتی هم که خودم رو هیچ وقت نمیدیدم که بگم من مثلا انقدر از یه ساعت هوشمند خوشم آمده و خیلی برام جالب بود. این چیزی که میری
یه چیزی میخری، یه چیزی استفاده میکنی، چه میدونم این ساعته که این شکلیه، یه بازیه مثلا بعضی اوقات، یه فیلمه مثلا، یه چیه، اصلا هر چی، یا حتی یه آیتم توی کافه، یا حتی یه کافه، یا غذا، هر چی. انتظار اینو نداری که خوشمزه باشه، خوب باشه، بهت بچسبه، اون حس و تجربه خوب بهت بده، ولی بهت میده و این خیلی چیز جذابیه. و داشتم میگم که گاهی اوقات آدم از یه چیزی یه انتظاری داره که مثلا قرار من اگر که از این استفاده کنم یه همچین تجربه داشته باشم، و تو میری از اون استفاده میکنی و تجربت اون نمیشه و خیلی حالت بد میشه، اصلا بهت نمیچسبه، جذابیتی که میخوای نداره برات. یه خورده اینو جابجا کنم، از جذابیتی که میخوای برات نداره. ولی یه سری تایم هم هست که بدون اینکه انتظار داشته باشی یه جذابیتی میاد سراغت. مثلا یه ساعتی خریدی که فکر نمی‌کردی که انقدر ساعت خفنی باشه و خوشت بیاد ازش، ولی انقدر خفن بود و انقدر خوشت اومد ازش. این دومیه از همه چی بیشتر حال میده و واقعا از خدامه که همچین تجربه‌ای داشته باشید و همچین تجربه‌ای بتونید همچین داشته باشید. کلا من خیلی حال کردم با این قضیه و گفتم که بگم این حس رو بگم. خداوکیلی پیش اومده مثلا یکی از بچه‌ها هست گوشی ناتینگ فون داره، بعد گفت من همینجور رفتم خریدم چون آیفونم آنتن نداشت. بعد اینجوری بود که فکر نمی‌کردم انقدر از این ناتینگ فون خوشم بیاد، همه چیش خیلی خفنه. و من اینجوری بودم که ایول این هم یه حس خیلی قشنگه، یعنی تجربه‌ایه که فکر نمی‌کردی داشته باشی ولی بهش میرسی. خیلی باحاله. حالا نظر شما چیه؟ شما هم تجربه اینجوری داشتید؟ من اخیراً به خاطر یه سری مسائل دنبال اینم که چیزایی که حالمو خوب میکنه رو برم پیدا کنم، و یکی از چیزایی که واقعاً حالمو خوب میکنه و تا مدت‌ها خوب میتونه نگه داره همین تجربه است. شاید به خاطر همینه که یه خورده آدم مصرف‌گرایی‌ام، کافه زیاد میرم، می‌خرید زیاد میکنم. و یاد مراقب اونم آدم باشه، چون گاهی اوقات یه سری فشارهای مالی با آدم میاد که خوب نیست. حالا شما هم نظرتون توی کامنت بنویسید در مورد همین قضیه فشارهای مالی و کنترل کردن پول و سرمایه. هم یه ویدیو قبلا درست کردم، اگه دوست داشتید میتونید بیاید تو این بالا، کارت این بالا اگه شد میذارم تو توضیحات هم میذارم براتون. خدافظ.